دوستان عزیز، از نام مردم امریکا و کارمندان سفارت مردم تاجیکستان را با سال نو تبریک میگویم. در سال نو من میخواهم به شما سلامتی، موفقیت و خوشبختی آرزو نمایم. سال جاری خیلی دشوار بود. بسیار عائله‌ها از سبب کرونا ویروس عزیزان خود را از دست دادند و با مشکل‌های اقتصادی دچار شدند. با وجود همه این مشکلات من اطمینان دارم که ما این ویروس را در سال آینده یک جای مغلوب خواهیم کرد. در دوام این بحران مناسبت‌های ما مستحکم شدند. امریکا برای مبارزه با پاندمی در تاجیکستان $7.5 میلیون کمک کرده است و برنامه‌های ما در مبارزه بر ضد ویچ، سیل و دیگر مشکلات سلامتی و پیشروی‌ها ناایل گردیده‌اند. همکاری ما در ساحه امنیت و عملهای ضد تروریستی از هر وقت خواهر گردید. تاجیکستان در تامین امنیت آسیا مرکزی نقشی مهم می‌بازد و ما از دستاوردهای زیاد مشترک خود فخر می‌کنیم. در خاتمه من می‌خواهم با قهرمانی واقعی این سال، طبیبان، همشیره‌های شفقت و متخصصان طب تشکر گویم. شما حیات خود را در خطر گذاشته حیات ما را نجات می‌دهید و این عمل شما به همه ما الهام بخش است. این زمانه برای بسیاری ها زمانی دشوار است، اما آن این چنین زمانی امید است. ما در ابتدای آخر این پاندمی قرار داریم. ما آینده درخشان داریم و آن را یک جای می‌سازیم. آسایشگی و سلامتی به شما و نزدیکانتان تمنا دارم و سال نوتان مبارک باشد.